بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم که الله عزوجل برای ما و شما علم نافع و عمل صالح و صدق و اخلاص نصیب کند و ما و شما را از کسانی بگرداند که سخنان نیک را شنیده و به بهترین آن سخنان عمل میکنند. چنانچه میدانید ما هنوز در مخارج حروف عربی با شما عزیزان صحبت داریم. قبلا در بیان مخارج فرعی حروف عربی شروع کرده بودیم و گفتیم که مخارج فرعی حروف عربی 17 مخرج است که بر همان 5 مخرج اصلی و یا عمومی تقسیم می شوند و تا هنوز مخارج متعلق به جوف و حلق و زبان را گرفتیم که مجموعاً 14 مخرج بود و باقی مانده است 3 مخرج که انشاءالله آن را با هم میگیریم، یا یعنی تقریبا 4 مخرج دیگر باقی ماندگی است. یعنی قبلا برایتان 13 مخرج بیان شدگی است، حالی 4 مخرج باقی مانده ایشه با شما عزیزان میگیریم. خب از مخارج عمومی حروف لبها است که دارای 3 مخرج فرعی هست. یا لبها دارای 3 مخرج فرعی است. اولا قسمت داخلی لب پایین همراه با نوک دندانهای پیشی آرواره بالا که مخرج فا است. شما در تصویر ببینید، اینی لب پایین است، قسمت داخلیش همراه با دندان بالا، دندان پیشی بالا، این مخرج فا است. یعنی سری دندانهای بالا در قسمت داخلی لب پایان تماس می کند و از آن حرف فا خارج می شود. اف اف اف. شما ببینید بعضی برادرها یا خواهرها در اشتباه واقع می شوند در نطق فا که قسمت خارجی لب پایین را با تماس با همراه دندانهای بالا حرف فا را میخوانند، باز اشتباه واقع میشن، میگویند که اف اف اف، ها نه، اف اف اف. این رقم درست است. خب مخرج دوم از مخارج فرعی لبها میان هر دو لب است که از آن مخرج 3 حرف خارج می شود. یکی حرف واو، دوم حرف با، سوم حرف میم. لیکن واو با گشودگی میان دو لب خارج می شود و با و میم با روی هم قرار دادن هر دو لب. شما ببینید، این تصویر ببینید، حرف واو غیر مدی، طبعا به خاطر ما گفتیم که واو مدی مخرج خاص دارد که عبارت از جوف است و قبلا برایتان بیان شد. اما حرف واو غیر مدی با جمع شدن لبها به سمت جلو همراه با بالا رفتن انتهای زبان به سمت کام دهان تلفظ می شود. شما برادرای عزیز ببینید که چه رقم ما یعنی شما چه رقم واو نطق میکنیم؟ او لبها جمع شده و طرف سمت جلوی دهان پیش میآید و انتهای زبان طرف سمت کام بلند می شود. او بعضی فارسی زبان ها واو نزدیک به فا می خواند، او میگه، او. این نطق عربی نیست، نطق عربی او. خب
این مخرج واو بود. مخرجی با گفتیم که با روی هم قرار گرفتن لبها بر یکدیگر تلفظ می شود. شما در این تصویر ببینید لبی بالا بر لبی پایان قرار گرفته و به همین طریقه میم را نطق کرده می شود. اب 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 اب. طبعا به همراه قلقله می باشد چون که با از حروف قلقله است و ان شاء الله باز صفت قلقله را در درس‌های آینده برایتان بیان کرده می شود. اب این مخرجی با بود. مخرجی حرف سیوم یعنی حرف میم با روی هم قرار گرفتن لبها بر یکدیگر می باشد، لکن همراه با غنه‌ای می باشد که از خیشوم خارج می شود که ان شاء الله مخرج خیشوم برایتان بیان کرده می شود. علمای قرائت گفتند که میم مانند نون دو مخرج دارد، یکی مخرج اصلی و اساسی و یکی مخرج مساعد، یعنی مخرجی که به خارج شدن حرف میم کمک می کند. جزء شفوی لبها را یعنی نصفی مکمل گفته می شود. شما ببینید اینی سهمی که به رنگ قرمزی است، این اشاره به مخرج اصلی یا اساسی می کند که از طریق دهان می باشد و جزئی دومش یعنی سهم هایی که با رنگ کبود هست این اشاره به جزئی خیشومی می کند، یعنی خالیگاهی داخلی بینی که از آن غنه میم خارج می شود. این جزئی شفویش نصفی مکمل گفته می شود، نصفی مکمل گفته می شود یعنی کامل شده، و جزئی خیشومیش نصفی مکمل گفته می شود یعنی کامل کننده. شما ببینید دالی اینجا لبها بر یکدیگر قرار گرفتند و غنه از خیشوم خارج می شود. ام ام ام. این مخرجی حرفی میم بود. خب آخر مخرج از مخارجی که ما شما میگیریم عبارت از مخرج خیشوم است. ما خیشوم را یکی از مخارج اساسی و عمومی یاد کرده بودیم که در آن فقط یک مخرج است که همان خالیگاه بینی است. از خالیگاه بینی غنه خارج می شود. غنه ما گفتیم امو صدایی است که مصاحب با همراه میم و نون می باشد. خب چرا ما را برش مخرج جداگانه تخصیص کردیم؟ در اینجا برایتان بیان کرده می شود که غنه از جهت حرف بودن و انتساب آن به مخرج خاص صوتی است که از خیشوم یعنی فضای یا خالیگاه بینی خارج شده و دو حرف نون و میم در تمام حالات خود یعنی برابر است که ساکن بود یا متحرک بود همراه با غنه تلفظ می شوند. با این تفاوت که بسته به وضعیت نون و میم از جهت متحرک، ساکن یا مشدد بودن زمان کشیدن و امتداد غنه تغییر می کند. یعنی غنه همه به یک برابر نیست. غنه میم و نون همیشه به یک اندازه به یک برابر نیست. گاهی غنه ظاهر می باشد و گاهی مخفی می باشد و گاهی یعنی در مرتبه بلندتر از یعنی و کاملتر از غنه قرار دارد و گاهی در یعنی مرتبه کمتر و ناقصتر. بنابراین برادران عزیز و خواهران محترم، از این جهت که دو حرف نون و میم هیچگاه بدون غنه نیستند و غنه جزئی از مخرج این دو حرف را تشکیل می دهد، غنه را به مخرج خاص خود یعنی خیشوم منتسب کرده اند. حالا دانستیم چرا برای غنه مخرج خاص یاد کردگی است؟ به خاطر که هرگز امکان ندارد که نون یا میم بدون غنه تلفظ شوند. در تمام احوالشان با غنه تلفظ می شوند، حتی در حالت اظهار.
یعنی شما ببینید وقتی که ما میگیم انعمت، انعمت، اینجا نون و میم هر دویش حکمش اظهار است، لیکن با آن هم احساس میکنیم که با همراه غنه است. اگر ما بینی خدا هر دو طرف بینی خدا فشار بتیم، وقتی که این کلمه را بخونیم شما احساس میکنین که ما رای غنه را بند کرده هستیم. ببینید شما بشنوید انعمت، انعمت. چرا؟ یعنی مخرج غنه وقتی که بند شد صدا صحیح بیرون نشد، چون صدای غنه، صدای نون و صدای میم بدون غنه ناقص می باشد و کامل نمی باشد. خب برادران عزیز و خواهران محترم، حالا ما شما یعنی مخارج را کاملا یعنی فرا گرفتیم، دانستیم که مخارج فرعی و مخارج اصلی چی است و بالاخره در مخرج حرف نون و میم خاتمه یافت درس ما. شما ببینید در این تصویر و هنگام نطق حرف نون وضعیت زبان و دندانها چگونه و لبها چگونه می باشد و همچنان در حرف میم شما ببینید در حرف نون لبها به هم دیگر یعنی تماس نمی داشته باشند، لبی بالا و لبی پایان از یکدیگر جدا می باشند، همچنان دندانها از یکدیگر دور می باشند و نوک زبان به همراه لیثه یا به همراه امو آرواره بالا تماس می گیرد. میگوییم که ان ای بسیار مهم است که چرا ما بعضی شاگردها را وقتی که درس میتیم میبینیم که دندانهای خود یا لبهای خود را هنگام نطق نون با هم دیگر میچسبانند، پس در این اشتباه واقع میشن. یعنی بعض میخوانن این رقم میخوانه که این دندانا رو میچسبانند، نه، این دندانا از یکدیگر باید دور باشند، فاصله داشته باشد. اما میم که است دندانا و لبها به هم دیگر تماس دارند و چنانکه که میبینیم در اینجا زبان علاقه نداره، زبان یعنی با کام و دندانها تماس نمیگیرد. به این خاطر ما میم میخوانیم ام دندانها با یکدیگر نزدیک، لبها با هم دیگر میچسبند. خب حالا در خاتمه دروس مخارج حروف میخوایم که یعنی برایتان خلاصه کنیم مخارج را که گرفتیم. گفتیم که مخارج عمومی حروف عربی 5 مخرج است که بر آن از آن مخارج عمومی مخارج فرعی جدا می شود که یعنی جملگیش 17 مخرج می باشد. شما ببینید در این تصویر یعنی منطقه را منطقه جوف گفته می شود. این مخرج عمومی اول است که از آن یعنی فقط یک مخرج می باشد و از آن 3 حرف مد عبارت از الف و واو و یا خارج می شود و این منطقه را عموما حلق گفته می شود که مخرج عمومی دوم است که دارای 3 مخرج است. یکی اقصى الحلق یعنی پایان حلق که از آن 2 حرف همز و ها خارج می شود. باز میانه حلق یعنی وسط گلو که از آن نیز 2 حرف خارج می شود، یکی حرف عین و دیگری حرف ها. باز یعنی ادنا الحلق یا ابتدای حلق که از آن 2 حرف نیز خارج می شود، یکی حرف غین باز حرف خا. بعدا از گلو ما شما که خلاص میشیم میایم به زبان. ما گفتیم که زبان بیشتری مخارج فرعی را تشکیل میدهد که در آن تقریبا یعنی 10 مخرج قرار دارد. مخرج اول از اقصى اللسان یعنی نهایتی یا انتهای زبان با همراه منطقه یعنی ما گفتیم که نرم کام، از این حرف قاف خارج می شود، حرف قاف. و
از همچنان از انتهای زبان با همراه منطقه یعنی نرمکام و سختکام میان هر دو حرفی کاف خارج می شود. بعدا میایم به وسط زبان یعنی میانه زبان با همراه کامی بالا که از آن 3 حرف خارج می شود، یکی حرف جیم و دیگری حرف شین و سومی حرف یا. بعدا میایم به طرف یا به نوک زبان و از نوک زبان بسیار حرف ها خارج میشه. شما ببینید نوک زبان به همراه یعنی یا پیش از نوک زبان ما اول کناره زبان بگیریم که حرفی داد است، که از کناره یعنی زبان همراه با دندانهای آسیابی بالا حرف داد خارج می شود. اد باز همچنان از کناره زبان از منطقه پیشش یعنی از نزدیک به لبها، از این منطقه همراه با یعنی قسمت مقابل آن از کام دهان حرفی لام خارج می شود بعدا میایم به نوک زبان که گفتیم که بسیار حروف از نوک زبان خارج می شود. نوک زبان همراه با قسمت مقابل آن از لثه یعنی همون گوشتی که در آن دندان گور می رود حرفی را خارج می شود و بعد از آن اندک پیشتر جهت لبها حرفی نون خارج می شود و باز اندکی دیگر نزدیکتر به دندانها مخرج حرفی دال و تا می باشد. یعنی ما ببینیم از یعنی نوک زبان همراه با ریشه دندانهای پیشی آرواره بالا حرفی دال و تا خارج می شود. ات و کمی دیگه هم پیشتر جهت دندانها یعنی انتهای نوک زبان همراه با پایینترین قسمت داخلی دندانهای پیشی آرواره حرفی چی خارج میشه؟ حرف سین و زای و صاد. اس و باز از نوک زبان همراه با نوک دندانهای پیشی آرواره بالا 3 حرف دیگری خارج می شود که عبارت از حرف ثا و ذال و ضا است. ما گفته میره حروفی لثوی گفته می شود و قسمتی از زبان از میان دندان ها خارج می شود. یعنی ما وقتی که می خوانیم می گویم که خب ولی از مخارج زبان که خلاص شده میایم به مخارج لبها. گفتیم که لبها 3 مخرج دارند، یکی یعنی جهتی یا سمت داخلی لبی پایین با همراه نوک دندانهای پیش بالا که مخرج فا می باشد اف. دیوم گفتیم که هر دو لب که درو از هر دو لب 2 مخرج دارد یا بگیم که مخرج واو به همراه یعنی فراغ یا گشادگی میان 2 لب که او میگیم او. باز میم و با که به همراه قرار دادن هر 2 لب با یکدیگر خارج می شود ام. خوب بعداً برادرای عزیز و خواهران محترم میایم به مخرج آخر که مخرج غنه بود. از کجا غنه خارج می شود؟ از اینمی منطقه که ایل خالیگاه بینی گفته می شود، از این حرف غنه خارج می شود. و می قدر برادرای عزیز اکتفا میکنیم و انشاء الله تعالی در درس های آینده همراه شما عزیزان درباره صفات حروف عربی صحبت می داشته باشیم و تا آنگاه شما را به الله کریم و مهربان می سپارم. الله نگهبانتان باشد. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد.